سلام بر دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. خدمت شما عرض شود که فیروز هستم. اول از همه بگم که تو این کانالی که بنده دارم یه سری خدمت شما عرض شود که لینک هایی رو میذارم مربوط به حرکت قیمتی بشه، یعنی پیش بینی قیمت بر اساس روزهای آینده. حالا مثلا ما دامنه حرکتی قیمت حالا در این هفته رو لینکشو میزنیم، واردش میشیم. این توی بروزر دیگه باز میکنه. اجازه بدیم اینو همینجا بیارم دیگه، اونجا نریم. لینک رو میزنیم. اینم لینک. ای خدا، نه از این خدمت شما عرض شود که این پیش بینی ما بود در روز جمعه شروع میشه دیگه، شنبه یک شنبه مانه قبل از اینکه بازار باز بشه جهت انتقال حرکت قیمت رو نشون دادیم. خدمت شما عرض شود که اینجا پلی میکنیم لود نیو بار، مسیر حرکت رو به زیبایی توی تایم فریم 4 ساعته من اینو ترسیم کرده بودم. شما همونطور که مشاهده میکنی ما یه باکس زرد رنگ محدوده‌ای که قیمت داخلش باز شده، هیچ کاری نمی کنیم، صبر میکنیم تثبیت ها رو بالای این باکس زرد رنگ به دست بیاریم. همینطور که نگاه میکنیم بعد از اینکه تثبیت شد، خدمت شما عرض شود که تثبیت شد توی روز دوشنبه آخر وقت، دوشنبه که تحلیف ترامپ بود، اصلا بازار درجا میزد، اصلا بالای باک تثبیت شد. نگاه کنید به زیبایی حرکت میکنه، بعد یه 4 ساعت یا تقریبا 8 ساعت دیگه باز وقفه میفته تو همون روز سه‌شنبه. بعد به اون ساعت جدیدی که براش علامت گذاری کرده بودیم میریم، باز اونجا متوقف میشه. این برای روز خدمت شما عرض شود که سه‌شنبه این اتفاق افتاد، توی 4 ساعت بعدی باز بالا و این هم آخرین مسیر ما برای امروز بوده تا این لحظه. حالا باید ببینیم آمریکا آیا میاد برمیگردونه مسیر رو با توجه به اخباری که پیش رو داریم. فقط خواستم بهتون بگم که ما قبل از شروع هفته معمولا لول مهم قیمتی رو رسم میکنیم، حالا معمولا به صورت یه باکس رو در 2 جهت، هر جهت تثبیت داد معمولا اون سم میده، یعنی وارد قیمت که میشیم حد ضررمون هم سعی میکنیم که خدمت شما عرض شود که زیر این باکسه بذاریم. اینجا دیگه با قیمت یعنی دیگه برای ما مسجل میشه که صعودیه، حداقل تا تیپی اولمون میره، هرچند تیپی اول هم میتونست اینجا باشه، این خیلی میتونن اینجا سیو سود کنن. بعد خدمت شما عرض شود که حالا من چون حالا یکم مهارتم بالاست متوجه میشم که این آیا بر میگرده، شاید من حتی اینجا هم حتی وایسم میتونم این کندل رو شناسایی کنم، ولی خب دیگه افراد با توجه به سطح ریسکشون با هم دیگه فرق میکنن. اینو خواستم توضیح بدم. گروه هم که خدمت شما عرض شود که فیروز فارکسره دیگه. بعد دیگه چی رو پیش بینی کرده بودم؟ آره حرکت ترامپ هم پیش بینی کرده بودم. اینم بذار یه نگاهی بندازیم. حرکت ترامپ، کپی لینکش کنم بیارمش اینجا، پیست. اینم حرکت ترامپ، اینم روی 4 ساعت هست. نگاه کنین اینو من کی پیش بینی کرده بودم؟ دوشنبه ساعت 10 توی تایم فریم 4 ساعته. وقتی پلی که میکنم مسیر قیمتی رو از روز چهارشنبه برام نشون میده. اگه نگاه کنین قشنگ روی این قیمت سفید $38 داره خودش تثبیت میکنه، ولی هنوز قوی نیست، یعنی تا بالای این لول قیمتی نیاد نمیتونیم بگیم حرکت شروع کنه. ولی اون حرکت اصلی که باید به بالای $100 برسه توی این محدوده قیمتیه.
یعنی باید اینجا یه درجایی بزنه، حالا تو تایم فریم های پایین تر خودشو بهتر نشون میده، یه درجایی بزنه که ما متوجه شیم این قراره یه حرکت کنه. کلا ما توی فارکس برای حرکت های سودی رو بگیریم، سری سوار بشیم، نوسان بگیریم، معمولا به اینا خیلی توجه میکنیم، نقاطی که قرار حرکت های انفجاری صورت بگیره. بعد اینم از ترامپ رو چیز کرده بودیم دیگه، پیش بینی کرده بودیم دیگه. یه چیز دیگه هم بود، فکر کنم ریپل بود. داره ریپل هم یه نگاهی میندازیم، ضرر که نداره. اینم از ریپل. لینک حرکت قیمتی گذاشتم. حتی اینو من 3 دسامبر پیش بینی کرده بودم دیگه، نیاورده بودم توی این سیستم تریدینگ ویو، توی کانال گذاشته بودم. تقریبا این از اینجا شروع میکنه. نکنید توی این تقریبا بالای، گفته بودم که بالای 2.63 تثبیت بشه، هدف اولش 3.75. تا نزدیکش شد، باز برگشت ولی نتونست 2.63 رو هنوز بشکونه، یعنی وارد طبقه دومش شده و تقریبا تثبیت داره میده که من الان هدف اول همین 3.75 میبینم. دوستان دیگه صحبتی نیست، برای همتون آرزوی موفقیت دارم. فعلا بدرود.